خب مقامداران زینه سیوم فوتبالبازان کشور ما میشوند. فوتبالبازان تاجیکستان اینها هم بازیگران زیر 17 ساله هستند. ما از اونها ماه نوبت یعنی در ماه یون در چمپیونات آسیا بین نورسان تا 17 ساله شرکت خواهند کرد. دسته منتخب نورسان مملکت ما در این مسابقه اگرچه نتوانست زینه یکم زینه دوم را بگیرد، امکانیت بود برای گرفتن زینه دوم و زینه سوم نصیب ما میگردد. در این چمپیونات کاف همکنون همه اون بازیگران ما مدال های برنجی را با گردن می آویزند. هر یکی از آنها کوشش کردند در بازی امروز. امکانیت بود تو حتی کامبک رو هم بینیم، یک گل هم به ثمر رسانیده شد. اونجا بسیار لحظه بحث برانگیز بود که توپ از میدان بیرون شد، بیرون نشد. خلاص اگر اونجا گل هم زده میشد در صورت حساب 2-2 هم ما زینه دوم رو نمی گرفتیم. تنها غلبه با ما زینه دویم میداد، باخت و مساوی زینه سیوم. نتیجه بد نیست، البته این اشتراک در چنین مسابقه ها این یک تجربه خیلی خوب برای کلی فوتبالبازان نورس میهن میگردد. از همه مسابقه مهمترین از پیش انتظار است بازیگران نورس کشور را، یعنی فوتبالبازان 17 ساله مملکتمان را که در کشور تایلند آنها در مسابقه چمپیونات آسیا بین نورسان شرکت خواهند کرد. خب مقامداران زینه دوم اکنون دعوت کرده میشوند برای گرفتن مدال های نقره مسابقه. فوتبالبازان کشور ایران هر یکی از آنها همکنون جایزه خود را به دست میارند، مدال های نقره خود را به گردن میآویزند. بعضی در دست میگیرند، بعضی به گردن میآویزند. مدال نقره نصیب فوتبالبازان کشور ایران میگردد. بازی مهم برای آنها در رقابت‌های دور یکم بود بر مقابل کشور ازبکستان. همیشه در مسابقه‌های کاف همین دو منتخب در همه سن و سال، حتی در فوتزال و حتی در چمپیونات‌های کاف بین بانوان هم همین دو کشور همیشه مبارزه برای زینه افتخاری، برای زینه یکم، برای زینه یکم مبارزه همیشه بین ازبکستان و ایران جریان دارد. در بعضی از سن و سال ایران جای یکم میگیرد، در بعضی سن و سال دیگر ازبکستان. در همه سن و سال یعنی چمپیونات که چمپیونات کاف بین جوانان تا 20 سالان هم دارد، در آن نه همه دسته یعنی 20 ساله هستند. برای مثال ما گفتیم که از کشور ما منتخب 17 ساله اینجا شرکت میکند، از ازبکستان 18 ساله و همین طور از کشورهای دیگر هم. با همین چمپیونات کاف بین جوانان تا 20 ساله در کشور ما رسما به انجام میرسد. سطح چنین مسابقه و چنین چمپیونات ها روز تا روز در کشور ما بیشتر شده ایستادند و چمپیونات های کاف بین بانوان بین سن و سال گوناگون خیلی زیاد هستند. باعث خوشبختی است که همکنون چمپیونات کاف بین منتخب‌های اساسی هم برگزار می شود و منتخب ما می تواند با دسته‌های پرقوت‌ترین آسیای مرکزی مبارزه به امان برد و نتیجه‌های عالی را به دست دارد. قبلا گفته می شد که منتخب روسیه هم شرکت خواهد کرد، ولی منتخب روسیه از شرکت در مسابقه مذکور دست کشید. یعنی روسیه در چمپیونات کاف نخواهد بود، اما کشورهای دیگر خواهند بود. چمپیونات یعنی مسابقه کاف خیلی و خیلی عالی جریان خواهد داشت. به بودن روسیه هم اون در سطح عالی البته برگزار خواهد گردید. بازیگران نورس کشورمان یعنی فوتبالبازان 17 ساله باشند. ماه نوبتی در تایلند مبارزه خواهند بود، کوشش خواهند کرد تا شرف فوتبال میهنمان را در کشور تایلند در چمپیونات آسیا در سطح عالی حمایت بنمایند. خب همکنون تنها جام مانده است و جام سپاریده می شود با کاپیتان خوب منتخب ازبکستان و جام را
میبینیم که اینجا دلشاد جورازاده میسپارد. خوب جام بلند میشود. منتخب ازبکستان در چمپیونات کاف بین جوانان تو 20 ساله قهرمان میشود در ورزشگاه تالکو آرینای کشورمان. این مسابقه اکنون رسما به انجام میرسد. کل فوتبالبازان نورس کشور ازبکستان با این قهرمانی تبریک و تهنیت میگوییم.